و الان من تو کومه نشستم، اردک مصنوعی رو انداختم تو آب. هفتش اردک بزرگ بلند شد که دور بود، تیر انداختم نخورد، خودم هم تو کومه. اینم بیسیممه پدومو، یه دونه پرتقال و موزو نشستم خودم تا منتظرم ببینم. اون هفته که قازم اومد دور بود، حالا ببینیم چی میشه دیگه. راد این، خدا نگهدار.